سال 1872 بود. ازبری هارپندینگ، یک سرمایه‌گذار ثروتمند، در لندن بود که خبری عجیب به گوشش رسید. در غرب آمریکا، یک معدن عظیم آلماس پیدا شده است. در ابتدا باورش نمیشد. اما خبر از طرف ویلیام رالستون، یکی از قدرتمندترین بانکداران آمریکا، رسیده بود. هارپندینگ حتی برای اطمینان موضوع را با بارون روچیلد مطرح کرد. روچیلد گفت آمریکا سرزمینی بسیار بزرگ است و اتفاقات عجیب زیادی در آن رخ داده. شاید این خبر واقعاً درست باشد. هارپندینگ به آمریکا برگشت. اما همین ظاهر ساده بخشی از نقشه بود. آنها مقداری الماس و سنگ قیمتی واقعی در اختیار داشتند و آنها را به افراد مختلف نشان می‌دادند. آنها سنگ‌های قیمتی واقعی را در منطقه‌ای که ادعا می‌کردند معدن در آن قرار دارد، پنهانی در خاک پخش کرده بودند. همه چیز واقعی به نظر می‌رسید. آرنولد و اسلک از ابتدا می‌دانستند که چنین معدن طبیعی وجود ندارد. کارشناسان فهمیدند که سنگ‌های قیمتی به طور مصنوعی در منطقه قرار داده شدند و هیچ معدن عظیم الماسی وجود ندارد. آنها خودشان را نابغه و قدرتمند نشان ندادند. برعکس، خودشان را آدم‌هایی ساده و کم‌اهمیت نشان دادند. و همین باعث شد افراد ثروتمند و قدرتمند احساس کنند از آنها باهوش‌ترند. اما در واقع همون تصویری که از سادگی و نادانی آرنولد و اسلک ساخته بودند باعث شد کمتر مراقب باشند. و این دقیقاً همون چیزی است که رابرت گرین در قانون 20 کم می‌خواهد نشان دهد. گاهی برای اینکه بتوانی دیگری را فریب بدهی، لازم نیست باهوشتر از او به نظر برسی.